خودشون میگن نیاز به فراخوان نداره. نیاز به فراخوان نداری، مردم خودشون میان میگن نگاه کن نیاز به فراخوان نداره، مردم خودشون خودجوش میان، نیازی به فراخوان نیست. نگاه کن امروز بهترین روز عروسی داداش شما ما رو مجبور کردین بیان اینجا. برای چی؟ یعنی ما خودیامونه به خاطر اینا به والله. آقای پیغامی شما میگی ما مردم گفتگو بلد نیستیم. ما گفتگو کردیم پلاژ سیمین دادیم، دادیم پلاژ بانوان دادیم، ما حاصل گفتگو به خیانت میدیم. همه مدیران سازمان هست، شما میگید قبلش ها بعدش کار نمیکنه. شما میگید ما گفتگو بلد نیستیم. این گفتگوی ما ساحل سیمین تجاوز به حریم شهرمداری چه فرد نمیدونید چه شما باشید. آقای پیغامی نه من از دارم میگم آقای پیغامی همه مسئولین منطقه آزاد به نفع مردم کار کردن. احترام همدیگه رو باید حفظ کنیم. بله ما همین کار داریم. ما هم داریم. آقای پیغامی اگه میخوای اعتماد مردم به سازمان منطقه آزاد جلب بشه، اولین کاری که میکنید ساحل سیمین آزاد میکنید، بعدم هتل 13 بعدم اینجا همینجور حد بمونه.